دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب صدای ترس. سلام، اسم من آریا، 23 سالمه. این خاطره برای 5 سال پیشه، زمانی که من 18 سال سن داشتم و تازه به خاطر کار پدرم مجبور به اسباب کشی به شهرستان شدیم. اوایل که تازه اومده بودیم خونه مشکلی نداشت، اما بعد از چند هفته کم کم اتفاقات عجیبی توی خونه میافتاد. اولاش بعضی چیزا توی خونه جابجا میشد یا گم میشد، بعدش چند وقتم پیدا میشد. مثلا یه بار یه لنگه دمپایی تو توالت گم شد و بعد 2 روز همونجا برگشته بود که ما زیاد توجه نمی کردیم و به خیال اینکه کار برادر کوچیکترمه اهمیتی به این موضوع نمی دادیم، تا اینکه یه شب هر کاری که می کردم خوابم نمی برد و تا 4 صبح بیدار بودم. دوستان عزیز، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو داخل کامنت ها به هم بگید. یه صدا شبیه راه رفتن روی سقف شنیدم. اینم بگم که خونه ما آپارتمان 3 طبقه بود و ما طبقه آخر بودیم و بالا سر ما پشت بوم بودش. یکم توجه کردم، دوباره همون صدا اومد. با فرض اینکه شاید دزد باشه سریع از تخت بلند شدم و یه چاقو از کشو برداشتم و از خونه اومدم بیرون. از پله‌ها که بالا رفتم و به در پشت بوم رسیدم یه بوی گندی احساس کردم، اما توجه نکردم و در رو باز کردم. رفتم بیرون، هرچی که گشتم هیچی نبود. حتی از نرده ها پایین هم نگاه کردم اما هیچی نبود. وقتی مطمئن شدم و میخواستم برگردم پایین، دم در دیدمش. یه موجود خیلی قد بلند، کاملا مشکی و بسیار ترسناک. وقتی دیدمش انگار یک موجی از ترس بهم خورد که اصلا نمیتونستم تکون بخورم و صدامم در نمیومد. اصلا نفهمیدم چی شد و یهو بیهوش شدم. وقتی بیدار شدم آفتاب تازه داشت طلوع میکرد و من فقط به طرف خونه سریع دویدم. تا رسیدم داد و فریاد کردم که خانواده‌ام بیدار شد. همه چی رو بهشون گفتم که بعد متوجه چند جای کبودی روی بدنم شدن. همین باعث شد خانوادم جدی‌تر بگیرن حرفامو. خلاصه ما رفتیم پیش دعانویس و اون گفت که اونا این خونه رو واسه خودشون میدونن و نمیخوان شما اونجا باشین و چند تا هم دعا نوشت و داد. بعد اون هم ما از اون خونه رفتیم و دیگه اتفاق خاصی نیفتاد.